در 4 ژوئن سال 2008 الکساندر با 27 ضربه چاقو و یک گلوله به سر و سر بیخ تا بیخ بریده شده داخل حموم خونش پیدا شد. قاتل صحنه جرم از رد پای خونی خودش به طور کامل پاک کرد و هیچکس فکر نمی‌کرد سرانجام یک عاشقانه انقدر فجیع و ترسناک تموم بشه، به گونه ای که آدم با خودش بگه چقدر خوبه که مجرد موندم. سلام، خوش اومدید به دومین قسمت از پرونده جنایی با من. خیلی خوشحالم که به دومین قسمت رسیدیم. در رابطه با قسمت اولم یه توضیح دارم که جلوتر بهتون میگم. خیلی خوشحال میشم اگه این ویدیو رو هم تا آخر ببینید، ویدیو رو لایک کنید و چنل رو حتما سابسکرایب داشته باشید. کاری نداره که یه دکمه است بزن تموم شه بره دیگه. در رابطه با ویدیوی قبلی یه باگی که من متوجه شدم، من با 4K ویدیو رو ضبط کردم، ولی موقعی که ادیت انجام دادم و با نرم افزار خروجی گرفتم، ویدیو وقتی آپلود شد تو یوتیوب 480p آخرین کیفیتی بود که میتونستین شما ببینید. خیلی عذرخواهی میکنم، امیدوارم که این ویدیو این مشکل رو نداشته باشیم. یاد یه سری تغییرات هم تو ستاپ و اینا انجام دادم، حالا رفته رفته بریم جلوتر قطعا بهتر میشیم. حتما تو کامنت ها به من بگید که از ستاپ راضی، چه چیزی باید تغییر بکنه. همه نظر پیشنهادات فوشی که داری همه رو این زیر برای من تو کامنت ها بنویسید و چنل رو حتما سابسکرایب داشته باشید. بریم سراغ پرونده. الکساندر مردی بسیار منظم، پر انرژی و اجتماعی بود، به طوری که در اجتماع همه اونو یه فرد خیلی محترم، منظم و کاریزماتیک میشناختن. اما پشت این تصویر موفق یه زندگی خیلی پیچیده هم در جریان بود. الکساندر در سال 1977 در کالیفرنیای امریکا در یه خانواده پرجمعیت به دنیا آمد. اما زمانی نگذشت که این خانواده با یه سختی خیلی عجیبی روبرو شدن. پدرشون همون اوایل از دنیا رفت و بار زندگی به دوش الکساندر محول شد. در ادامه الکساندر به مذهب مورمون گرایش پیدا کرد. برای اونایی که نمیدونن، مورمون، من و تو خیلی باش تا حدودی آشنا هستیم، یک گرایش و یک شاخه از مذهب مسیحیته که اونجا افرادی که وارد میشن سبک زندگیشون متفاوت از بقیه افراد میشه و همه سبک زندگیشون به طور کامل عوض میشه. الکل، سیگار، قهوه و روابط خارج از چارچوب نباید داشته باشن، خارج از چارچوب ازدواج. نفهمیدم قهوه چرا. نباید با خانوم‌های ارتباط داشته باشن و رابطه جنسی برقرار کنن که باشون ازدواج نکردن. و خلاصه برات بگم، یه زندگی هدفمند و منظم برای اینکه به کمال برسن باید داشته باشن در مذهب مورمون. و چیزی که ما از الکساندر میدونیم اینه که الکساندر این مذهب رو صرفا برای یه دوران کوتاه مدت گذرا انتخاب نکرده، عقیده و باورش شده. یعنی چی؟ یعنی همه تصمیمات و اتفاقای زندگیش مبناش بر همین اتفاق باید بیفته و اتفاقات زندگیش حول این مذهب باید بچرخه و از این چارچوب خارج نشه. ولی چیزی که ما متوجهش هستیم، وقتی آدم دوچار این چارچوب ها و این اتفاقا میشه، موندن تو این چارچوب براش خیلی سخت میشه. چرا؟ چون قبلا به این فضا که عادت نداشته، یهو وارد این فضا شده و این که تو این فضا بمونه خیلی سخت. دقیقاً الکساندر هم از این مستثنا نیست. در بیرون همه اونو فردی منظم، دقیق و مذهبی میدیدن، ولی در کنار این زندگی یه زندگی پنهانی هم داشته و روابط خارج از چارچوب رو تجربه میکرده، ولی اجازه نمیداده دوستاش و آشنا و بقیه اونو متوجهش بشن. راجع به جودی هم ما خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم در ادامه. اول گفتم راجع به الکساندر ما با هم دیگه یه ذره صحبت بکنیم. همین دوگانگی که شخصیت الکساندر داره شاید برای جودی در نگاه اول جذاب بوده. اینکه میبینه از بیرون یه فرد مذهبیه که اونو همه خیلی سفت و جدی میبیننش، ولی در نزدیک میاد خیلی روابط آزاد داره، یه شخصیت دیگه از خودش رو میکنه که همین باعث میشه این رابطه از یک عشق تبدیل به یه تراژدی خیلی دردناک بشه. از این ور ماجرا ما جودی رو داریم، یه دختر 26 ساله که با یه مرد 28 ساله قراره ملاقات بکنه به اسم الکساندر. زمانی که جودی با الکساندر آشنا میشه، الکساندر 28 ساله بوده و جودی هم 26 ساله و کلا 2 سال با هم دیگه تفاوت سنی داشتن. و حالا ماجرا از اینه که چجوری اینا با هم دیگه آشنا میشن، جلوتر حتما بهشون اشاره میکنم.
جودی در سال 11 دبیرستانش ترک تحصیل میکنه. از اون شخصیتایی بوده که خیلی خودشو خلاق و هنری میدونسته و خیلی علاقمند به عکاسی بوده و مدام اینجوری بوده که من عکاسی همه زندگیمه، من برای این کار ساخته شدم. اصلا اگه من عکاس نشم کی عکاس بشه واقعا؟ ولی همش اینجوری بوده که من برای این کار ساخته شدم و باید برم دنبال این. وقتی که میره دنبال این کار، زندگی بهش روی خوش نشون نمیده و اتفاقات سنگین و تلخ سر راهش قرار میگیره. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، ممکنه با خودت فکر کنی که به یه چیزی علاقمندی، به یه مسیری علاقمندی، وقتی میری داخل اون مسیر چند قدم میری جلوتر، میری ببینی اصلا این مسیر چه جوریه، کنکاش میکنی، میبینی که نه، اون قدم که فکر میکردی رویایی نبوده. دقیقاً برای جودی هم همین اتفاق افتاده. الکساندر تو حوزه فروش و بازاریابی یه شرکت فعالیت داشته، به طور پاره وقت هم سخنران انگیزشی بوده و همینو ما میتونیم بفهمیم که از همینجا که خیلی شخصیت جذابی داشته، خیلی خوش صحبت بوده، خیلی قشنگ میتونسته با آدما ارتباط بگیره و دخترای زیادی بودن که شاید تو اون مقطع دوست داشتن که با الکساندر وقت بگذرونن به خاطر همین ویژگی که داشته. ولی چیزی که ما از این دوتا شخصیت میدونیم اینه که هر دو نفرشون دچار یه دوگانگی شخصیت هستن. از اون بر الکساندر رو داریم که روابط خارج از چارچوب داره، خودش رو مذهبی نشون میده. از این ورم جودی رو داریم که به گفته دوستاش یه آدم حساس، جذاب ولی وابسته است. قطعا تو دور و بریات هم آدمی بودن که خیلی دختر خوبی باشه، خیلی دختر خوشگلی باشه ولی ولکن نباشه، همش آویزون باشه، همش دوست داشته باشه بقیه دوستش داشته باشن و با اون فقط وقت بگذرونن. جودی دقیقاً همچین شخصیتی داشته و همین دوگانگی شخصی که این دو نفر داشتن رابطه‌شون رو به این جایی رسونده که تبدیل بشه این عشقشون به بزرگترین و خشن‌ترین پرونده جنایی امریکا. قبل اینکه اصلا بخوایم ما وارد این بشیم که شب حادثه چه اتفاقی افتاده، اصلا باید بفهمیم که این دوتا با هم دیگه چجوری آشنا شدن، چون دوتا شخصیت کاملا متفاوت بودن که زندگی جدا از همی داشتن که یک باره در شهر لاس وگاس یه جلسه کاری بوده و اونجا این دو نفر همو ملاقات میکنن. شاید تو نگاه اولت اینجوری باشه که خب یه ملاقات ساده بوده، از اون ملاقاتایی که روزی 1000 دفعه پیش میاد، تو میری تو خیابون یه نفر چشمت میخوره و تمام میشه میره. ولی اصلا اینجوری نبوده. مدل آشنایی اینا با هم دیگه تو یه نگاه، تو یه جرقه اینا عاشق هم میشن. خیلی اینجوری هم که من عشق رویاییمو پیدا کردم. این دو نفر دقیقا همینجوری بود، در حدی که ما میتونیم بگیم که چیزی که از داده های پرونده ما داریم، اینا تو همون 5 ماهی که با هم دیگه بودن 80,000 تا ایمیل و پیام رد و بدل میکردن. یعنی نشون میده رابطهشون یه رابطه در جریان بوده، از اینایی که سلام، صبح بخیر، شب بخیر، کجا بریم شام، چیکار میکنی، کی از سر کار برمیگردی، کی همو ببینیم. این شکلی بوده و اصلا مدلشون اینجوری نبوده که بگی اصلا اینا با هم دیگه ارتباط نداشتن و یه روز پیام میدادن 2 روز پیام ندادن. خیلی ارتباط نزدیکی با هم دیگه داشتن. به نظرم همینجا میاد که ما متوجه میشیم که این دیگه اسمش عشق نبوده، یه وابستگی بوده. چرا دارم اینو میگم؟ چون ما اینور الکساندر رو داریم که مدام فرافکنی میکنه، مدام داره خودش رو سرزنش میکنه بابت اینکه اون تصویر مذهبی که به همه نشون داده داره بهش خدشه وارد میشه، و از یه طرف جودیه که میخواد رابطهش رو نگه داره، یه دوراهیه که نمیدونه باید چی کار بکنه دقیقاً. و همین برای ما عجیبه که چرا هیچ کاری نمیکنه و چرا همچنان تو این رابطه مونده. از اون ور ما جودی رو داریم، عاشق شده، عاشق یه آدمی که خیلی جذابه ولی دور از دسترسه. این نکته خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون وقتی یه آدمی تو عاشقشی ولی در دسترس نیست، اصلا تو خیلی خبری ازش نداری، سعی میکنی جای خالیشو با احساسات پر کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مدام تو فکرت مرورش میکنی، لحظه هایی که باهاش داشتی، اصلا شخصیتی که اون آدم داره. برای همین مدلت اینجوری میشه که نمیتونی بهش فکر نکنی و همینجاست که ماجرای این عشق رو خیلی پیچیده تر میکنه. دیگه متوجه میشن بعد از 4-5 ماه که میگذره رابطه دیگه مثل اول نبوده و این قطعاً از سمت الکساندر خیلی بیشتر به چشم میاد،
چون اصلا فکر نمی‌کرده وقتی وارد رابطه با جودی بشه انقدر ذهنش درگیر بشه. چون تو وقتی وارد رابطه میشی از طرف عشق میخوای، آرامش میخوای. اینکه وقتی توی رابطه ای اینجوری که من حالم با این خوب باشه که بتونم به زندگیم برسم، اصلا الکساندر با جودی این شکلی نبوده اصلا. چون ما داریم میبینیم که مدام فکرش درگیره، هر اتفاقی میفته یه بهونه است برای اینکه اینا با هم دیگه بیشتر دعوا بکنن و همینجاست که به نظرم کار خراب میشه و چی میگن اون رشته کار از دستشون در میره. و از این طرف ما جودی رو داریم، یه آدمی که دیوونه الکساندره دیگه، از عشق فراتر. الکساندر رو گذاشته وسط، همه اتفاقا دور این آدم میگرده، اصلا نمیتونه به این فکر نکنه، مدام داره به این فکر میکنه، اصلا نمیتونه زندگیشو بدون این تصور بکنه. همش اینجوریه که یا من با این آدم هستم یا دیگه هیچ کس وارد زندگی من نمیشه. و این وابستگی شدیده است که اعصاب این دو نفر تو این رابطه به هم میریزه و باعث میشه اتفاقات بعدی یکی که پشت سر هم بیفته و به اون لحظه عجیب غریب ما تو این پرونده برسیم که به نظرم اصلا دیوونه میشه آدم، اصلا نمیتونه بهش فکر بکنه. جلوتر خیلی ما صحبت داریم درباره این و دیگه انگار رابطه جودی با الکساندر از یه عشق فراتر میره، دیگه رسما یه اکس سمی یا یه استاکر میشه. چرا میگم اکس سمی؟ چون دیگه بعد 5 ماه الکساندر اینجوریه که من نمیتونم این رابطه رو هندل بکنم، مغزم داره رد میده. اینجوری هم که هم میخوام یه تصویر مذهبی از خودم تو ذهن بقیه داشته باشم، هم از این وری دارم یه سری کارهای عجیب غریب دارم انجام میدم، پنهونکی دارم یه سری کارا انجام میدم که برخلاف اون تصویر است. ولی خب یه چیزی که این وسط هست اینه که چرا رها نمی‌کنی، چرا ول نمی‌کنی؟ یعنی با یه دست پس میکشه، با یه پا پیش میکشه و مدام اینجوریه که نه من دیگه نمیخوام با تو باشم، ولی از یه طرف رابطه جنسیشون هم با هم دیگه ادامه میدن. این که نشد. تو یا میخوای اون تصویر آدم مذهبی رو داشته باشی یا کلا دیگه میخوای بیخیال بشی طرفو. ولی میبینیم که انگار توی سیچویشنشیپ با هم دیگه گیر کردن. یعنی چی؟ بذار برات مثال بزنم دقیق‌تر بفهمی. نمیدونم تا حالا تو رابطه‌ای بودی که با یه نفر دوستی، هم اون میدونه این دوستی نیست و فراتر از اینه، هم خودتو میدونی این دوستی داره دیگه یواش یواش قربونت برم و عزیزم و فلان و اینا قاطیش میشه و از اون حالت دوستیه داره خارج میشه. جفتتون اینو میدونید ولی هیچ کدومتون به روی خودتون نمیاری که نکنه این رابطه خراب بشه. به نظر من الکساندر و جودی هم دقیقاً تو همچین رابطه‌ای با هم دیگه قرار گرفتن. چون بعد از 5 ماه که الکساندر میگه من دیگه نمیتونم ادامه بدم، جودی بیخیال نمیشه. حتی ما میبینیم که حسادت میکنه به دخترایی که با الکساندر در ارتباطن. میدونیم و قبلا هم من بهتون گفتم که الکساندر شخصیت جذاب و کاریزماتیکی داشته، خیلی خوش صحبت بوده و طبیعیه دخترای زیادی دورش باشن و همین باعث حسادت برای جودی میشده و خیلی عصبانیش میکرده، در حدی که قبلا خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکرده ولی اومده 2 تا بلوک بالاتر از خونه الکساندر خونه گرفته، در حدی که دوستای الکساندر میگن این اکس تو دیوونه است، روانیه، میدونه اینو نمیخوای، چجوری میاد 2 تا بلوک بالاتر از تو خونه میگیره و پیامای تهدیدآمیزم میفرسته برای الکساندر. چرا اینجوریه که من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم، پیامای احساسی شدید که من بدون تو تحمل ندارم، هیچ کس رو دیگه نمیتونم تو زندگی بیارم، بعد تو عاشق هیچ کس نمیتونم بشم و هیچ کس جز من حق نداره عاشق تو بشه، من اجازه نمیدم. و شاید همین یکی از دلایل باشه که الکساندر واقعا بترسه از اینی که کامل این رابطه رو قطع بکنه. چون چیزی که ما تو این پرونده میدونیم از ارتباط این 2 نفر اینه که این دوتا با هم دیگه رابطهشون به یه سراشیبی، به ته دره رسیدن اینا با هم دیگه، ولی چیزی که هست اینا ادامه میدن، کامل قطع نمیکنن رابطه رو. یه نکته دیگه هم اینجا بچه‌ها من خیلی جالبه بهتون بگم و اونم اینه که سال 2006 جودی وارد یه کلیسایی میشه که قبلا الکساندر تو همون کلیسا به مذهب مورمون روی میاره و وارد اون کلیسا میشه و این هم مورمونی میشه انگاری. 2 تا برداشت اینجا اتفاق میفته. برداشت اول که دادستانی و نقادها به جودی داشتن
این بوده که تو اینو یه وسیله قرار دادی که خودتو نزدیکتر بکنی به الکساندر. انگار یه پل ارتباطی بین تو و الکساندر شده، چون تو میدونستی چقدر الکساندر مذهب مورمون براش مهم و حیاتیه و قطعا اگه بخواد برای کیس ازدواج به کسی فکر بکنه، سراغ کسی میره که این مذهب رو حداقل بشناسه و در بهترین حالت خود اون فردم تو مذهب مورمون بوده باشه و مذهب مورمون رو قبول داشته باشه. ولی اینجا وکیلای جودی و خود جودی ادعا داره که نه، من خیلی علاقمند بودم به این مذهب، من اینجوری بودم که تحقیق و تفحص کردم، حالا تفحص نگفته قطعا، تحقیق کردم، اینجوری بودم که گفتم چقدر این مذهب خوبه و با میل شخصی اراده مذهبی من این بوده این کار رو بکنم. که اجازه بده نپذیریم دیگه، تو تا قبل این که با این یارو آشنا بشی اصلا نمیدونستی مورمون چیه. بعد که با این آشنا شدی، دقیقاً بعد از آشنایی تو با الکساندر وارد این مذهب شدی و کاملا این فکت و این نظریه رد میشه که آقا من با میل باطنیم رفتم سراغ این و هیچ ربطی به الکساندر نداشته. ببین بعد از اینکه این پرونده سر و صدا به پا میکنه، اینجوری میشه که روانشناسای مختلفی میان الگویی تو رفتارهای جودی پیدا میکنن که 4 تا از مهمتریناش من بهتون میگم. مورد اول همه اینجوری بودن که جودی توی وابستگی شدید عاطفی قرار گرفته. یعنی اینجوریه که این آدم دیگه هیچی جز الکساندر براش مهم نیست و فکر میکنه الکساندر همون شاهزاده با اسب سفیده که قراره اینو بیاد خوشبخت بکنه. مورد دومی که تو رفتارش پیدا کردن این بوده که ترس شدید از رها شدن داشته و علت اصلی که هر چقدر این اعتماد به نفس و عزت نفسش رو خورد میکنه، چون آدم حتی این قدم عزت نفس داشته باشه وقتی ببینه با طرف اینقدر داره خورد میکنه، احساسات منو نادیده میگیره، دیگه بیخیال میشه. ولی به جای اینکه عقب بره بیشتر تلاش میکنه این رابطه رو درست بکنه و یکی از دلایلش همین ترس از دست دادنه. مورد سومی که روانشناسا بهش اشاره میکنن اینه که اینا تو رابطه مرز مشخص نکردن. یعنی وقتی تو با یه نفر وارد رابطه میشی یه سری مرز برای خودتون دوتا تشکیل میدی که اینجوریه من این فضای امن و این پرایوسی رو میخوام و کسی حق نداره واردش بشه و تو به عنوان کسی که با من وارد رابطه شدی و من متقابلا با تو باید به این خط و خطوط‌ها احترام بذاریم، این حدا رو نگه داریم، چیزی که اصلا تو این رابطه ما نمیبینیم. و مورد آخری که بهش اشاره میکنن اینه که ایدئال سازی شدیدی جودی از الکساندر داشته، از آینده خودش با الکساندر. همش مدام با خودش تصویر سازی میکرده قرار بچه‌های گوگولی موگولی داشته باشن، یه زندگی خیلی خفنی تشکیل بدن، رابطش قراره به یه سرانجام خیلی خوب برسه. اتفاق که نمیفته، هی میبینه که داره از اون تصویر ذهنی فاصله میگیره، مدام هی این تصویره رو تلاش میکنه برای بازسازیش، برای اصلاحش که این تصویره شبیه بشه به اون مدلی که داره تو رابطه اتفاق میفته. ولی میبینیم که اصلا این اتفاق نمیفته. میرسیم به 4 ژوئن سال 2008، روزی که حتی الکساندر فکرشو نمیکرد که آخرین روزی باشه که زنده است و به اون شکل دنیا رو ترک بکنه. الکساندر تو حال هوای خودش بوده، تقریبا میشه گفت آخرای شب بوده که صدای در میاد و در رو باز میکنه، میبینه جودیه. ولی اونقدر جا نمیخوره، چون از این رفتارهای فریکی و استاکر قبلا جودی خیلی داشته. از این مدل‌ها بوده که دسترسی به اکانت‌های سوشال مدیای الکساندر داشته برای اینکه میترسیده دختری باشه ارتباط بگیره. سرزده وقت و بی وقت وارد خونه الکساندر میشده که مچشو مثلا بگیره ببینه مثلا با دختری هست یا نیست. و خلاصه الکساندر به این مدل رفتار عادت داشته. دری که باز میکنن اینا با هم دیگه یه مدتی و وقت میگذرونن با هم دیگه، باز هم به نظر میرسه همون چالش‌های همیشگی رو دارن. حالا من در ادامه میگم که چی میشه که در این زمان در این موقعیت اصلا جودی تصمیم میگیره، انگیزش چی بود از اینکه اون ساعت وارد خونه الکساندر بشه رو همه رو جلوتر ما با هم دیگه بررسی میکنیم. ولی چیزی که مشخصا هست همون بحث‌های همیشگی بوده. یعنی اینا با هم دیگه بحث و کلنجار رفتن که دقیقاً بعد از همون زمان الکساندر با 27 ضربه چاقو یه گلولم تو سرش میخوره و گلوش بیخ تا بیخ بریده میشه و به قتل میرسه. جودی اینجوریه که من تو اون لحظه وقتی این قتل انجام میشه
همه رد پاهای خونی خودشو پاک میکنه به طور کل. تا زمانی که میخواد از خونه خارج بشه در ورودی رو از داخل قفل میکنه. مدل خونه الکساندر اینجوری بوده وقتی این دره از پشت قفل میشه، وقتی پلیسا می اومدن به داستان میرسیدن اینجوری بودن که کسی خب شخص دوم یا شخص سومی وارد ماجرا نشده و الکساندر تو خونه خودش مورد سوء قصد قرار گرفته و اینجوری بوده که من همه این صحنه‌ها رو پاک میکنم و کسی هم بهم شک نمیکنه تا اینکه یه اتفاق میفته. ولی قبل از این که اون یه نکته رو بهتون بگم لازمه که انگیزه های جودی که باعث شده وارد خونه الکساندر بشه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. طبق چیزی که دادگاه گفته فقط یه دونه دلیل نداشته ورود جودی به خونه الکساندر، چند تا دلیل داشته. دلیل اولش این بوده که رابطه اینا به یه جدایی رسیده. جودی اینجوری بوده که نمیخواسته قبول کنه این رابطه تموم شده، خواسته زور آخرش هم بزنه، تلاش آخرش هم انجام بده. هر طوری شد الکساندر رو از این تصمیمی که میخواد بگیره منصرف بکنه. دلیل دوم این بوده که الکساندر اون موقع با دخترای زیادی در ارتباط بوده و همین حسادت جودی رو بیشتر شعله ور می‌کرده. از این بابت یکی از دلایلی که میتونسته بره اونجا این بوده که ارزندام کنه، بگه منی هم وجود دارم که قبلا عاشق من بودی و الان چی شده که دیگه منو دوست نداری. و دلیل سومی هم که بوده اینا رابطهشون هیچ وقت به طور کامل قطع نشده، یعنی طبق شواهد اینا روابط جنسیشون برقرار بوده و اینا با همدیگه ارتباط داشتن. فقط این وسط جودی اینجوری بوده که من کامل حذف نشدم، فقط اینجوری هم که خب همون مدل قدیمی رو ادامه میدن دیگه، هی با هم دیگه کلنجار میرن و اینا. و مورد چهارمی هم که دادگاه بررسی کردن این بوده مدل زندگی و الگوی رفتاری اینا تو رابطه همین بوده دیگه. اینا هی همو میدیدن با هم دیگه جر و بحث میکردن و این خیلی چیز غیر عادی نبوده که اون لحظه بخوان باز راجع به چیزای گذشته با هم دیگه کلنجار برن و دنبال موقعیت باشن که به جون هم بپرن. ولی چیزی که ما اینجا باید بدونیم این بوده که در 10 ژوئن سال 2008 الکساندر یه مأموریت کاری بهش میخوره که شرکت تمام هزینه‌های بلیط و هتل و اینا رو پرداخت میکنه که این بره به مکزیک، ولی با یه همراه. تو لحظه های آخر همیشه جودی اینجوری بوده که بله بالاخره اون لحظه رسید، اون منو انتخاب میکنه که باهاش برم مسافرت، ولی میبینیم که نه. الکساندر تصمیم میگیره با یه دختر به اسم میمی هال که یه شخص مذهبی و مورمون بوده به اون سفره بره و همینجا میتونیم ما اینو کامل به این نتیجه برسونیم که وقتی جودی از این ماجرا با خبر میشه یه حسادت و یه عصبانیتی کل وجودشو میگیره. یعنی اینجوریه که من دیگه تا الان هر چقدر خیال بافی میکردم از این که الکساندر قرار نیست با دختری وارد رابطه بشه، این میتونست منو ببره مسافرت، ولی این کارو نکرده. پس رابطهشون جدیه، این دختره هم مذهب باهاش و خیلی این رابطه جدیه و به همین دلیل و از نظر من حداقل و خیلی از کسایی که این پرونده رو کاور کردن اینجوریه که تنها دلیلش میتونه همین باشه. این دلیل کمی نیست برای که اون وقت شب بره سراغ الکساندر. نکته ای که میخواستم بگم اینه، شاید با خودتون تو لحظه اول فکر کنید که خب نوید جودی ممکنه اون لحظه اینا با همدیگه جر و بحث کردن که در یک لحظه این اتفاق برای الکساندر بیفته. عزیزم واقعا اینجوری فکر میکنی؟ دوربینای مداربسته چیزی که ثبت کردن این بوده که جودی 2 روز قبل این که به خونه الکساندر بیاد یه ماشین رنت میکنه، یعنی حتی با ماشین خودش نمیره که گیر نیفته. اون ماشین هم که برمیداره میره تا اونجا پلاک جلوشو کامل میکنه، پلاک عقب رو هم برعکس میکنه و موهاشو کوتاه میکنه، موهاش بلوند بوده قهوه‌ای میکنه، کلی بالون بنزین و گازوئیل همراه خودش با ماشین میبره که نکنه تو راه پمپ بنزینی گیر نکنه که مجبور بشه کارت بکشه، رسید بانکی داشته باشه که بتونن بیان سراغش. اصلا اینا رو هم بذار کنار. تو وقتی قتل رو انجام دادی میای همه چی رو از صحنه پاک میکنی، این یعنی چی؟ و چیزی که ما میدونیم این قتل دقیقاً چند روز قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته شکل گرفته. خلاصه 9 ژوئن بوده، دقیقاً 1 روز قبل از سفر میمی و الکساندر به مکزیک که همکاراش میبینن آقا اصلا از این خبری نیست، این قراره فردا سفر بره، اصلا آدمی نبوده که
کسی از این خبر نداشته باشه، بی خبر بمونه. خلاصه میرن دم در خونهش و هرچی در میزنن میبینن کسی در رو باز نمیکنه و یکی از دوستاش میگه که از در گاراژ بریم. از در گاراژ که میرن با این اتفاق عجیب غریب روبرو میشن که میبینن در همون باز بوده، بوی تعفن و بوی گند همه جای خونه رو گرفته و با اون طرز وحشتناک و عجیب غریب الکساندر به قتل رسیده. پلیس وقتی میاد اونجا رو بررسی میکنه میبینه که دی ان ای ها پاک شده و کسی که الکساندر رو به قتل رسونده کسی بوده که این آدم رو میشناخته، چون دقیقاً میدونسته از کجا باید خارج بشه، در خروج کجاست. و چیزی هم که پلیس ها فهمیدن این یه سرقت نبوده، چون در فقط از داخل باز میشده و امکان نداشته که کسی شخص دوم یا سوم به زور وارد محل بشه و کسی بوده که قطعاً الکساندر با این آشناییت داشته و اینو میشناخته. تو صحنه جرم اینا یه دونه دوربین فیلم برداری پیدا میکنن. حالا اون دوربین فیلم برداری چی بوده؟ اون دوربین فیلم برداری رو وقتی چک میکنن میبینن همه عکساش پاک شده و پلیس وقتی که اون عکس‌ها رو دوباره میاد تلاش بکنه که ریکاوری بکنه، تو همون حین دی ان ای اون مسیر رو مدام چک میکنن که آخر به یه سرنخی و به یه دی ان ای برسن. پلیسا که میان دوستا و آشنا و دخترایی که الکساندر باشون در ارتباط بوده رو بازجویی میکنن، همش به در بن‌بست میخورن تا به یه نفر میرسن، اونم جودی بوده که میان میبینن او این قبل این که به قتل برسه الکساندر کلی با جودی در تنش بوده، ممکنه کار این بوده باشه. بعد متوجه میشن که حتی ماشین رنت کرده و اینا، میرن سراغ جودی و جودی هم اینجوری بوده که آره اگه تست دی ان ای نیازه که بدم من حتما این کارو میکنم و همه تلاشمو میکنم که قاتل الکساندر پیدا بشه، چون من خیلی از این بابت ناراحتم. و تو همین حینی که جودی اینجوریه که خیلی خوب من همه کارا رو انجام دادم و کسی قرار نیست به دی ان ای من شک بکنه، چون عملا من همه دی ان ای ها رو از اونجا پاک کردم و هیچ اثر انگشت و رد پای به جا نذاشتم. جودی میاد یه حرکتی میزنه و تو سوشال مدیا عکس‌های 2 نفره خودش رو با الکساندر پست میکنه با کپشن اینکه وای عزیزم من بدون تو چیکار کنم، چقدر زندگی برای من بدون تو سخته، چقدر حیف که تو نیستی. حتی انقدر این بچه پروه که نامه برای مادر و خانواده الکساندر میرسونه، ابراز ناراحتی میکنه، با پاسپورت پرونده صحبت میکنه و سعی میکنه اطلاعاتی بگیره که ببینه آیا اینا به قاتل نزدیک شدن یا نه. که همین حین که این درگیر خیال بافی و رویای خودشه که قرار نیست گیر بیفته، پلیس متوجه این میشه که یه دوربین فیلمبرداری توی لباسشویی خونه الکساندر قایم شده و وقتی اونو چک میکنن متوجه میشن که عکس‌ها پاک شده. در همین حین دی ان ای جودی با دی ان ای فردی که داخل خونه بوده مطابقت داده میشه و دیگه خبری از این نیست که پلیسا هیچ رد و نشونی و هیچ دی ان ای ندارن، چون جودی همه دی ان ای ها رو پاک نکرده و تو صحنه جرم دی ان ای خودش رو باقی گذاشته. و وقتی که فیلمای دوربین بازگردانی میشه میبینن بله اون لحظه جودی با الکساندر وقت میگذرونده. حتی به این نتیجه رسیدن که اینا با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، چون عکسای خصوصی 2 نفره تو اون دوربینه پیدا شده دقیقاً تو همون ساعت و دقیقاً تو همون زمانی که الکساندر به قتل رسیده. و عجیب ترین و بدترین عکسی که از الکساندر در آخرین لحظات زندگیش دیده میشه همین عکس معروفه که داخل همون جودی ازش گرفته. همین جوری که میبینید یه عکسیه که کامل مشخص الکساندر کپ کرده، وحشت کرده از اینی که تو این لحظه جودی وارد حموم شده و بعد از این به 2 تا عکس تصادفی دیگه هم بر میخورن. عکس اول دقیقاً زمانی بوده که دوربین از دست جودی میفته و عکس دوم دقیقاً زمانی که تن و بدن جودی پر از خونه و داره جنازه الکساندر رو میکشه و ظاهراً انگار پاش خورده به دوربین و عکس گرفته شده و دی ان ای هم که مطابقت داده میشه 41 روز زمان میبره. دقیقاً 41 روز بعد از مرگ الکساندر جودی رو ساعت 7:30 صبح در خونه مام بزرگ و بابا بزرگش دستگیر میکنن. ولی چیزی که جودی رو از بقیه قاتلا متمایز میکنه ریلکسی و آرامشیه که جودی داره. اون لحظه اصلا فکر نمیکنه که همه
شواهدی که این فکرشو نمی‌کرده پیدا بشه پیدا شده و دیگه خبری از این نیست، چون معتقد بوده که اون دوربین و همه عکساشو پاک کرده و گذاشته تو ماشین لباسشویی و از خونه فرار کرده. و چیزی که برای من عجیبه، خب لامصب تو که داری فرار میکنی، همه اثر انگشتای خودتو 45 دقیقه بعد از اینکه قتل رو انجام دادی زمان برده تا همه رد پای خودتو از صحنه جرم پاک کنی. خب دوربینم با خودت میبردی، ولی این کارو نمیکنه خوشبختانه یا متاسفانه برای جودی و اونجا تصمیم میگیره خونه یه فردی به اسم رایان برنز، اگه اشتباه نکنم تلفظش درست باشه، میره و ظاهراً کل اون شب و اونجا بوده. با رایان برنز هم که تو دادگاه صحبت میکنن اینجوری بوده اون شب وقتی جودی رسیده خونه خیلی حالت نرمال و طبیعی داشته و ما اون شب با هم دیگه معاشقه داشتیم، رابطه جنسی داشتیم و خبری از رفتار عجیب نبوده. چیزی که جودی تا اون 6 دقیقه‌ای که از خونه مادر بزرگ تا کلانتری میره با خودش فکر میکنه اینه که من هیچکس بهم شک نکرده، هیچ چیزی بر علیه من نیست، تا زمانی که وارد کلانتری میشه و تو اتاق بازجویی قرار میگیره. خیلی ریلکس میدونه که دوربینا دارن ضبطش میکنن، سرشو میذاره رو میز و میخوابه برای خودش، یه چرت یه لحظه‌ای میزنه، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، خیلی ریلکس و جور کارا رو میکنه که مدیریت بکنه اون استرسشو و کسی بهش شک نکنه که آقا این ممکنه قاتل باشه. وقتی هم که بازجو میرسه داخل اتاق، از جودی میخواد که تمام اتفاقات اون شب رو براش تعریف بکنه و جودی در کمال ناباوری برمیگرده میگه بله من دقیقاً به خاطر همین اینجام که به الکساندر کمک کنم تا قاتلش رو پیدا کنیم. ما میدونیم جودی زمانی که آماده میشه که ازش بازجویی بکنن با یه فراغ بال و با یه آسودگی خاطر اون روز تو اون اتاق ظاهر میشه، از این بابت که میدونسته که هیچ مدرکی بر علیهش وجود نداشته، چون خود اون اومده همه مدارک رو از صحنه جرم پاک کرده و عملا کسی اونو اون شب اونجا ندیده که اتهام سنگینی بخواد بهش وارد بشه. برای همین با خیال خیلی راحت میره اونجا و تمامی رفتارهایی که اونجا داره به ظاهر از نظر خودش کاملا طبیعی بوده و اینجوری بوده که من اصلا استرس ندارم و همه چی طبیعیه و من شبیه یه آدمیم که بیگناهه. ولی ورق برمیگرده وقتی بازپرس پرونده رو جلوش باز میکنه و میگه اینا همه مدارکیه که بر علیه شماست و شما همچین هم که خودتون میدونید بیگناه نیستید. اینجا دیگه جودی اینجوری بوده که همه چیو شروع کرده انکار کامل کردن، از ریشه همه چیو انکار کرده. اصلا گفته من الکساندر رو نمیشناسم، اصلا خیلی وقته که ما اصلا از هم بیخبریم و اصلا اون روز من اونجا نبودم و این چیزی که شما میگین کاملا پرت و پلاه. حتی در کمال ناباوری برمیگرده میگه All my exes are alive، همه اکسای قبلی من زندان، چرا من باید همچین کاری بکنم، چرا من باید اکسمو بکشم، بقیه که سالمن، چرا این اتهامو به من میزنید؟ و اینجاست که اونایی که دارن از جودی بازجویی میکنن از تکنیک‌های مختلفی استفاده میکنن. اولین تکنیکی که استفاده میکنن تا جودی به حرف بیاد، به زبون بیاد، اعتراف بکنه، از تکنیک گود کاپس بد کاپس استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی پلیس خوب و پلیس بد. 2 تا بازجو از جودی بازجویی میکنن، یکیشون نقشه اینو داره که فشار روانی رو به پرومکس ترین حالت ممکن روی جودی اعمال بکنه، به حدی که جودی با خودش بگه که وای این همه فشار داره به من میاد، من خیلی استرس گرفتم، من خیلی آشفته شدم و حالتهای این شکلی بهش دست بده. و از اون طرف یه بازجویی ما داریم که نقشه یه آدم خوبه رو این وسط بازی میکنه، نقشه آدمی که خیلی دلسوزه برای جودی و میخواد هر طوری شده به جودی کمک بکنه و به جای اینکه مستقیما بهش بگه تو قاتلی، اینجوریه که یه اتفاقی بوده که پیش اومده و تو مقصر نبودی و تو قرار نبوده که اون قتل رو با برنامه‌ریزی انجام بدی. از یه طرف یه تکنیک دیگه‌ای که به کار میبرن اینه که میان اعتراف جزئی ازش میگیرن. یعنی چی؟ یعنی میان یه مسئله رو ایجاد میکنن، میگن که چی شد که اون لحظه کنترلت از دستت خارج شد و اون کار رو انجام دادی، تا جودی اینجوری باشه که خیلی خوب پذیرفته که من یه کاری انجام دادم، یه اعتراف کوچولو گرفتم، بعدن که هرچی میریم جلوتر این پرونده رو پر و بال بهش میدن تا اون اعتراف جزئی به یه اعتراف کامل تبدیل بشه. یه حرکت دیگه‌ای که میزنن این بوده که میان به
جودی حس عذاب وجدان و شرمندگی میدن از این بابت که الکساندر یه خانواده داره که نگرانشن، دوست دارن بدونن که تو به عنوان آخرین شخصی که اونجا بودی چیا دیدی، چه بلایی سر الکساندر اومده. اینا حق دارن، اینا خانواده‌شن، باید بدونن. و از اون طرف میان دوتا گزینه جلوی روی جودی میذارن. یه گزینه اینه که تو قاتلی، خیلی بیرحمی، خیلی ظالمی، و از اون طرف بهش یه گزینه دیگه میدن که تو دختری بودی که فقط کنترل از دستت خارج شده بوده. و همینجاست که جودی باید انتخاب بکنه که کدوم یکی از این نقشا رو میخواد بازی بکنه. و آخرین چیزی که برای جودی میمونه اینه که خل سلاحش میکنن، میگن که دیگه راه برگشتی وجود نداره، اینجا آخرین فرصتته، یا میگی یا میری دادگاه، اونجا پروندهت بزرگتر میشه. و همین تکنیکا باعث میشه که جودی اعتراف بکنه به کارهایی که اون روز تو شب حادثه انجام داده. برگردیم به روز بازجویی. بازجویی در طی روزهای مختلف انجام میشه. روز اول دقیقاً همون زمانی بوده که جودی میاد خیلی ریلکس به دور و بر نگاه میکنه. وقتی بازجو وارد اتاق میشه از بازجو میپرسه که دوربینا دارن صدامو ضبط میکنن، و اینجوری بوده که من که چیزی برای پنهون کردن ندارم، میخوام ببینم دوربینا و دستگاهی که داره صدای منو ضبط میکنه درسته که بتونم به این پرونده کمکی بکنم. و خب بازجویی که چندین سال کارش اینه میدونه که این کاملا غیر طبیعیه و رفتارهایی که جودی داره نشون میده در عمل اینجوریه که استرس نداره، ولی کاملا رفتاراش پرتنش، استرابش کاملا تو رفتار و بادی لنگویج و زبان بدنش پیداست. و وقتی که بازجو یه پرونده جلوش میذاره و میگه که ما یه سری اطلاعات به دست آوردیم و این اطلاعات رو فقط پلیس میدونه و نه خبرنگارا میدونن نه مردم میدونن، فقط چیزی که همه دارن راجبش حرف میزنن اینه که همه به یه اسم میرسن، جودی. و اونجا که این پرونده ها رو نگاه میکنه بازجو بهش میگه ما یه سری اطلاعات ازت میخوایم برای اینکه این پرونده رو بتونیم تکمیل تر بکنیم. هر کس دیگه ای تو موقعیت جودی بود اینجوری بود که چی شده، چه اتفاقی افتاده، ولی جودی اینجوری بوده که نه، من هر چی خودم رو بی تفاوت تر نشون بدم اینا میگن آره این هیچ کاری نکرده. در واقع این خلاف همه چیزی بوده که جودی با خودش فکر میکرده و کاملا بازجوها متوجه این شدن که رفتار این کاملا غیر عادیه. چون هر کسی دیگه ای بود اینجوری بود که در ثانیه اول که بهش یه پرونده میدن و جلو روش میذارن و میگن ما یه سری اطلاعات ازت میخوایم، اینجوری بوده که چه اتفاقی افتاده، خیلی نگران برخورد میکرده، نه اینکه ریلکس باشه انگار که هیچ کاری نکرده. در روز اول که با جودی صحبت میکنن بازجوها که 2 نفر هم بودن میشینن اون فیلم اون روز بازجویی رو نگاه میکنن، مدام نگاه میکنن تا یه سری چیزا تو شخصیتش بتونن پیدا بکنن تا بدونن آها از این طریق میتونیم مچ جودی رو بگیریم، میتونیم به ذهنش غالب بشیم و ذهنش رو میتونیم کنترل بکنیم. روز بعدی که جودی برای بازجویی میاد همون پلیس بده از شانس جودی سر راهش قرار میگیره و اصلا همه چی طبق برنامه بوده که اول پلیس بده وارد ماجرا بشه و بعد پلیس خوبه. چرا؟ چون پلیس بده وقتی وارد ماجرا میشه اینجوریه که تو قاتلی، تو چرا این کارو کردی، تو نباید این کارو میکردی، جون یه نفر رو بگیری. و اونجا جودی اینجوری بوده که وای من نمیتونم طاقت بیارم، این حرفا چیه دارید به من میزنید، و فشار روانی رو خیلی روش به حد اکثر میرسونه. این از اتاق میره بیرون، پلیس خوبه وارد ماجرا میشه، بازپرس پرونده بازجوی خوبه وارد عمل میشه و اونجاست که وقتی وارد میشه اولین کاری که میکنه ریکوردر رو آف میکنه، خاموش میکنه، میذاره تو جیبش و همین این حس رو به جودی منتقل میکرده که خیلی خوب الان من میتونم به این آدم اعتماد بکنم، این آدم دشمن من نیست و قراره به من کمک بکنه. و همین میشه که اونجا کم کم شروع میکنه به حرف زدن، غافل از این که این دوتا بازپرس کارشون همینه، میخوان از تو یه سری اطلاعات خیلی مهم بگیرن، پرونده رو تکمیل کنن، بفرستن دادگاه و این کاریه که دارن انجام میدن و هیچکی دلش به حال تو نمیسوزه. بازپرس که وارد میشه به جودی میگه که من اینجام تا حقیقت رو از زبونت بشنوم، با من راحت باش و حرفتو بزن، هر چقدر که اینجا بتونی با من حرف بزنی، با من همکاری داشته باشی، من از اون ور میتونم پرونده‌تو سبکتر بکنم که وقتی برای دادگاه ارسال میشه تو خیلی اونجا کارات رو روالتر باشه، خیلی بهتر بتونی اونجا از خودت دفاع بکنی. اگه اینجا حرف نزنی فقط داری جرمتو سنگین‌تر میکنی.
و اونجاست که شروع میکنه جودی از عشقش نسبت به الکساندر میگه، شروع میکنه از گذشتهشون، پیامایی که اینا تو فیسبوک با هم دیگه دادن، چه جوری با هم دیگه آشنا شدن، شروع میکنه از این جور چیزا حرف زدن و به قول خودمون شروع میکنه به تفره رفتن و هر بار که این اتفاق میفته بازپرس اونو دوباره به شب حادثه برمیگردونه و وقتی فشار روی جودی میره بالا شروع میکنه به مسائل حاشیه رفتن. یعنی چی؟ یعنی باز دوباره برمیگرده به چرت و پرتای قبلی که من خیلی دوستش داشتم، ما خیلی رابطه خوبی داشتیم، ما خیلی رابطمون با هم دیگه خوب بوده، ما قرار بوده یه آینده فلان داشته باشیم، جفتمون مذهب مورمون رو داشتیم و داریم و شروع میکنه از این جور چرت و پرتا که دیگه بازپرس اونجا خسته میشه. ببین این پرونده‌ته، ما دیگه از این مسئله عبور کردیم که تو اونجا بودی یا نه. الان مسئله ما اینه که چرا این کار رو انجام دادی. اونجا بوده که دیگه یه شوک بهش وارد میشه. جودی با خودش فکر میکنه که تمومه، اینا فهمیدن کار منه و دیگه من نمیتونم تفره برم، چون بازجو پرونده رو گذاشته جلوش. برگشته میگه که این پرونده رو ببین، ما کارت حافظه دوربین رو در آوردیم، کارت حافظه سالم بوده، نمیتونی بگی دستکاری شده، عکس‌ها برگشت خورده، ریکاوری کردیم، فهمیدیم که اون روز با هم دیگه بودین، اون شب حادثه این اتفاقا افتاده، حتی شما رابطه جنسی داشتین، همه اینا تو این عکس‌ها مشخصه، دی ان ای شما رو دیوارا تو صحنه جرم کاملا مشهود بوده، نمیتونی بگی من این کارو نکردم و اون لحظه اونجا نبودم، چون دو تا حالت داره، خونه الکساندر رو دست تو بوده، تو به دیوار زدی، یا خون الکساندر رو دیوار بوده دست تو خورده. از این دو حالت خارج نیست. یعنی نمیتونی برای من چیزی غیر این بگی که آقا من اون شب اونجا نبودم. شواهد بر علیته. و اونجا جودی شروع میکنه باز به تفره رفتن. این شواهدی که الان شما دارین مال قبل، این اثر انگشت من که رو دیوار مونده مال خیلی قبل تره که من اونجا میرفتم میومدم، که بازپرس میگه نه خیر، اینا کاملا جدیده و این شواهدیه که تازه به دست ما رسیده و نمیتونی کتمان بکنی بگی مال قبله. و جودی این لحظه است که میبینه دیگه عملا راه فراری نداره، همه چی دیگه بر علیهشه واقعا. یعنی هر چی که رشته کرده پنبه شده، عملا هیچ راهی نداره جز اینکه اعتراف بکنه. و اونجا برمیگرده به بازپرس پروندهش با حالت گریه و زاری، من الکساندر رو دوست داشتم و نمیخواستم بهش آسیبی برسونم. و بازپرس میگه ببین این حرفا الان به درد من نمیخوره، من تنها چیزی که از تو میخوام صداقته. من دنبال این نیستم که تو دوستش داشتی دوستش نداشتی، من فقط میخوام علت این اتفاقو بدونم تا بتونم بهت کمک بکنم. و اونجاست که جودی کم کم شروع میکنه به حرف زدن و پازل یکی یکی کنار همدیگه قرار میگیره. اون شروع میکنه از این گفتن که من اون لحظه حس حسادت داشتم و این حسادت رو الکساندر درون من ایجاد کرده به خاطر نوع رفتارش با دختر دیگه ای، و میگه من ترس از دست دادن الکساندر رو داشتم و اصلا اینجوری نبودم که بخوام بهش آسیبی برسونم یا اونو بخوام بکشم، من اونو خیلی دوست داشتم، این کار از دست من بر نمی اومده که بخوام اون کسی که دوست داشتمشو زندگیشو نابود بکنم و اونو از بین ببرم. اینجا تا حدودی جودی راجب اون روز صحبت میکنه، از لحظه ورودش به خونه، اینکه چه اتفاقی افتاده، اینا شروع کردن اون لحظه با هم دیگه بگو مگو کردن و بحث سر رابطه انجام دادن و بحثشون بالا میگیره، اون اتفاق یهویی میفته. ولی چیزی که بازپرس پرونده بهش نیاز داره اون چرایی است، چرا این کارو کرده، انگیزش چی بوده. ولی تو تمام این مراحل بازجویی جودی اینجوری بوده که همه چی ناگهانی اتفاق افتاده، کنترل از دست من خارج شده و اصلا قبول نمی کرده تمام مسئولیت کارو و کامل اذعان نمی کرده که من اون شب اون لحظه چیکار کردم. برای بازپرس و دادگاه تا همین حدش هم کافی بوده و پرونده جودی به دادگاه میرسه. جودی کاملا به یه آدم دیگه تبدیل میشه. چرا؟ چون اون لحظه شروع میکنه باز برای خودش یه داستان و روایت جدید درست کردن. اول میگه که من اصلا اون شب اونجا نبودم، دادستان میگه که همه شواهد هست، تو اعتراف کردی، پلیسا باهات صحبت کردن، و اونجا باز یه روایت جدید خلق میکنه از خودش و میگه من اون شب فقط اونجا نظاره‌گر بودم، یه تعداد آدم مهاجم خونه الکساندر حمله کردن و ما اصلا اونا رو نمیشناسیم، من فقط شاهد این بودم که اونو به قتل رسوندن. و بعد که میبینه این حرفای ضد و نقیضش برای دادگاه هیچ اهمیتی نداره و دادگاه ازش نمیپذیره، اینجوری بوده که من از خودم دفاع کردم. وکیل‌های جودی گفتن دفاع مشروع بوده و از خودش این دفاع کرده،
چرا؟ چون اینا اومدن یه سری ادله و استدلال برای دادگاه آوردن، گفتن که جودی اون لحظه همه چی کنترل از دستش خارج شده، چون تحت سلطه یه آدم سلطه‌گر بوده، یه آدمی که خیلی آدم ترسناکی بوده، خیلی زور میگفته، تصویر مذهبی داشته ولی پنهونکی یه سری کارا میکرده و هوش و حواسش اون لحظه دست خودش نبوده. دادگاه کامل اینو رد میکنه به چند تا دلیل. دادگاه اول اینجوریه که تو 27 تا چاقو به طرف زدی، بیخ تا بیخ گلوشو بریدی، یه دونه گلوله هم به سرش زدی. اون وقت الان برمیگردی میگی که همه اینا اتفاقی بوده. اتفاقی یک بار میفته، تو یه بار اتفاقی چاقو میزنی و بعد تمام، نه اینکه اینو 27 بار تکرار بکنی، یه گلولم به سرش بزنی به اون طرز وحشتناک گلوشو بیخ تا بیخ ببری. اصلا ما میگیم اینم اتفاقی بوده. اتفاقی بوده تو عکس دوربینا رو هم دیلیت کردی و دوربین رو سعی کردی یه جا بذاری یه کسی نبینتش. و از همه مهمتر تو تمام اثر انگشتات و اون فضا رو پاکسازی کردی. جسد الکساندر رو شروع کردی به تمیز کردن که اثر انگشتی از خودت به جا نمونه و این نمیتونه اتفاقی باشه. و از طرفی هم دادگاه اینجوری بوده که این هر لحظه داره یه روایتی از خودش میسازه و عملا حرفای این برای من اهمیتی نداره، چون داره یه مشت خزعبل و دروغ به خورده دادگاه میده و شأن دادگاه رو حفظ نمیکنه. با دروغاش میخواد ما رو فریب بده و در وهله آخرم تو هیچ شاهدی نداری از اینی که کسی به تو حمله کرده باشه و اون لحظه تو از خودت دفاع کرده باشی، الکساندر به تو پریده باشه بخواد به تو آسیبی برسونه و تو اون لحظه به ناچار مجبور شده باشی این کارو کرده باشی. و اینجوری میشه که عملا دادگاه حرفشو نمیپذیره و دفاعیشو کاملا رد میکنه. و جودی اریاس که خیلی تو دادگاه سعی میکرده خودشو آروم جلوه بده، کار که هیچ اتفاقی نیفتاده، محکوم میشه به حبس ابد بدون آزادی مشروط. ولی اون لحظه که این حکمو براش میبرن اینجوری بوده که من همچنان بیگناهم و با خبرنگارام صحبت میکرده، میگفته من قبول ندارم، من هیچ کاری نکردم و من همچنان بیگناهم. اینم از پرونده جودی اریاس از اپیزود این هفتمون. امیدوارم که این پرونده و این ویدیو رو هم دوست داشته باشید، پرونده رو بتونید باهاش ارتباط گرفته باشید. خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو حتما لایک کنید. ممنونم ازتون که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. اگر سابسکرایب کنید خیلی ممنون میشم، خیلی میتونه به من کمک بکنه. تا هفته بعد، فعلا.